سرخط خبرها. تصاویر زنده می‌بینید از سخنرانی وداع جان کری. وزیر خارجه آمریکا گفته آینده روند صلح خاورمیانه در خطر است. یک روز پس از گزارش جنجالی یک روزنامه در ایران، گورخواب‌ها از گورها رانده شدند. رئیس جمهوری گفته گورخوابی قابل تحمل نیست. افزایش 39% تولید خودرو در ایران، برداشتن تحریم‌ها موتور خودروسازی را گرم کرده. برنامه سفر 40 دختر هنرمند افغان به اروپا، جشنواره زمستانی آکادمی موسیقی افغانستان. سلام، خوش آمدید به این بخش خبر. جان کری آخرین سخنرانی مهمش به عنوان وزیر خارجه آمریکا را از دقایق پیش آغاز کرده. تصاویری که می‌بینید تصاویر زنده است از واشنگتن که آقای کری در حال سخنرانی هست. قرار هست که موضوع آینده روند صلح خاورمیانه محور اصلی سخنرانی او باشد. پیشتر، یعنی روز جمعه، آمریکا برای اولین بار در 36 سال گذشته یک قطعنامه علیه شهرک‌سازی در اسرائیل رو در اراضی اشغالی فلسطینی‌ها رو به توسط اسرائیل وتو نکرد و رأی ممتنع داد و اجازه داد که این قطعنامه با اکثریت آرا تصویب بشه. به دو کشور تبدیل بشن. اما اینجا یک واقعیت بنیادی هست. اگر انتخاب اونها یک کشور باشه، اسرائیل یا باید یهودی باشه یا دموکراتیک باشه. نمیتونه هر دوی اونها باشه و هرگز صلح رو نخواهد دید. علاوه بر اون، فلسطینی‌ها قادر نخواهند بود که اون توان بالقوه خودشون رو در یک سیستم تک کشوری، در یک راه حل تک کشوری به واقعیت نزدیک کنند. و به همین دلیل که الان مهمه که فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها این نظرسنجی‌ها نشون میدن که هنوز این راه حل دو کشوری در حداقل از نظر تئوری، از نظر نظری طرفدار داره. اگرچه شاید نشه باورش کرد، بعد از دهه‌ها جنگ بسیاری از اونها طرف مقابل خودش رو به شکل مردم بهش نگاه نمیکنه، به شکل یک ملت نگاه نمیکنه، بلکه به شکل دشمن و تهدید نگاه میکنه. در هر دو طرف ما نیروهایی داریم که روی ترس سرمایه گذاری میکنن به جای اینکه روی همکاری، برای اینکه ذهنیت‌های همدیگر رو عوض کنن، برای اینکه به سمت صلح حرکت کنن. و واقعیت اینه که این قطبی شدن این مناقشه داره فراتر از اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها میره. متحدان اونها در هر دو سوی این مناقشه دارن این گفتمان یا با ما باشید یا با اونها باشید رو تقویت میکنن. هر کس که از فلسطینی‌ها حمایت کنه، از فلسطینی‌ها انتقاد کنه، میگن که طرفدار اشغاله، و هر کس که از اسرائیل انتقاد کنه بهش میگن که دشمن اسرائیله. این واقعیتی که ما باش روبرو هستیم. این تصمیم حیاتی درباره آینده، اینکه یک کشور باشه یا دو کشور باشه، این در عمل داره در شرایط زمینی، در شرایط میدانی اتفاق میفته، علی‌رغم و برخلاف نتیجه خواسته اکثریت مردم. وضعیت کنونی ما رو به سمت ادامه اشغال و اشغال دائمی و یک راه حل تک کشوری خواهد برد. و با این روحیه منفعلانه شرایط بدتر خواهد شد و انتخاب‌ها محدودتر خواهد شد. این احساس ناامیدی از جانب اسرائیلی‌ها تا حدی تقویت میشه به واسطه حملات تروریستی علیه غیر نظامی ها و این اعتقاد به یک امکان پذیر بودن صلح رو نابود میکنه. بذارید یک بار دیگه بگم، هیچ توجیهی برای تروریسم وجود نداره و هرگز نخواهد بود. و این موج اخیر خشونت فلسطینی ها که شامل صدها حمله تروریستی بوده، از جمله حمله با چاقو، حمله به وسایل نقلیه، بمبگذاری، تیراندازی، خیلی از اونها از جانب شهروندانی بوده که
رسانه‌های اجتماعی اونها رو رادیکالیزه و تندرو کردن. همچنان شما می‌بینید که روی وبسایت فتح اینها رو تجلیل و تقدیر میکنن ازشون و با وجود اظهارات پرزیدنت عباس و اعضای حزبش که به طور مشخص گفتن که مخالف تروریسم و خشونت هستند، اغلب می‌بینیم که وقتی که حملات مشخص تروریستی رو در محل‌های مشخص محکوم نمی‌کنند، در واقع پیام متفاوتی می‌فرستند. پرزیدنت اوباما و من به رهبری فلسطینی‌ها به طور مشخص گفتیم که باید هم در افکار عمومی و هم در محافل خصوصی محکوم کنند خشونت و تروریسم رو، و ما همچنین رهبری فلسطینی‌ها رو برای محکوم نکردن تروریسم محکوم کردیم. تلاش‌هایی که برای سلب مشروعیت از اسرائیل در جامعه بین‌الملل انجام میشه، ما به شدت با اون مخالفت کردیم. از جمله این قطعنامه اخیر یونسکو که بسیار التهاب‌آمیز و غیر منصفانه بود، یا بردن اسرائیل به دادگاه جنایی بین‌المللی، اینها فقط پروسه صلح رو به عقب میاندازه. فلسطینی‌ها خیلی کارهای بیشتری باید بکنن و ناراحت کننده ترین جنبه قضیه اینه که حماس همچنان یک دستور کار افراطی رو دنبال میکنه. حق اسرائیل برای وجود رو نقض میکنه و نفی میکنه و همچنان یک دستور کار تک کشوری رو، یک کشور تنها فلسطینی رو دنبال میکنه. خشونت رو تشویق میکنه و بسیاری از تصاویری که ازش استفاده میکنن واقعا نفرت انگیز و مشمئز کننده است و اونها آماده این هستند که مردم بیگناه رو در اسرائیل بکشند و جمعیت غزه رو در خطر قرار بدن و در کنار این وضعیت انسانی رو داریم در غزه که طبیعتاً بستن مرزهای اون شرایطش رو بدتر کرده. غزه خانه یکی از فشرده ترین جمعیت‌های جهانی است در سطح جهان. 1.3 میلیون نفر دارن در اینجا زندگی میکنن، یا شاید حتی 1.8 میلیون نفر، و اینها نیاز به کمک روزانه دارن، نیاز به غذا و سرپناه دارن. ما خیلی وقتا شنیدیم که تنها 5% آبی که در اختیار دارن سالم و بهداشتیه و ما می‌بینیم که حماس و دیگر گروه‌های مبارز اینها رو مسلح می‌کنند، خودشون رو مسلح می‌کنند، تونل می‌سازند و حمله‌های بیشتری رو تهدید می‌کنند که علیه اسرائیل انجام بدن و هیچ دولتی چنین حمله‌ها رو نمی‌تونه تحمل کنه. و در همین زمان باید به روشنی بگیم که در کرانه باختری چه اتفاقی داره میفته. نخست وزیر اسرائیل در افکار عمومی، در مجامع عمومی جلوی همه از راه حل دو کشوری حمایت میکنه، اما همزمان یک دستور کاری هست که پشتش نیروهای بسیار تندروتر هستند و این دستور کار پیگیری میشه. در این دوران ما شاهد تعداد بیشتری از تعداد شهرک‌هایی که ساخته شده بیش از هر نخست وزیر دیگه بوده در تاریخ اسرائیل. اسرائیل اخیراً کنترل خودش رو در بیشترین نقاط در عمده کرانه باختری تحکیم و تثبیت کرد و در عمل گذار به خودمختاری بیشتر برای فلسطینی‌ها رو مسدود کرد. من فکر نمی‌کنم بیشتر مردم در اسرائیل و مسلماً در جهان متوجه باشند که این فرایند تا چه اندازه سیستماتیک و نظام یافته شده، اما واقعیت‌ها جلوی چشم ما هستند. تعداد شهرک نشین‌ها که زمانی 130 شهرک بودند به طور فزاینده افزایش پیدا کرده. جمعیت کرانه باختری به استثنای خود شرق بیت المقدس شرقی به شدت از زمان معاهده اسلو افزایش پیدا کرده. همین سال 2009 که دولت پرزیدنت اوباما شروع شد. بنابراین معنی نمی‌کنه که ما وانمود کنیم که چنین پدیده‌ای در حال اتفاق افتادن نیست. بسیاری از این شهرک نشین‌ها در شرق مانع جدایی که خود اسرائیل ایجاد کرده بود زندگی می‌کنند. چیزی که باید در آینده به دولت آینده فلسطینی تعلق داشته باشه.
تنها از سال 2009 20,000 نفر جمعیت این شهرک نشین‌ها بیشتر شده و شهرک هایی که به اردن نزدیکترن تا به اسرائیل. این به فلسطینی‌ها چه پیامی رو میده؟ و همچنین به آمریکا و به جهان درباره نیات اسرائیل. بذارین تاکید کنم، منظور ما این نیست که شهرک نشین‌ها و شهرک‌ها دلیل اصلی این مناقشه هستند. البته که نیستن. و همچنین نمیتونیم بگیم که اگر یک باره همه این شهرک نشین‌ها رو برچینیم، شهرک نشین‌ها رو منتقل کنیم، به یک باره صلح خواهیم داشت. اما باید بفهمیم که در یک توافق نهایی بعضی از این شهرک‌ها باید بخشی از اسرائیل بشن. برای این اتفاقاتی که مبادله اراضی که در این دهه‌های اخیر اتفاق افتاده، ما این رو میفهمیم و باید شرایط بومی منطقه رو هم در نظر بگیریم، شرایط بومی میدانی رو هم در نظر بگیریم. اما اگر همچنان شاهد وارد شدن شهرک نشینان بیشتر و بیشتری به اراضی فلسطینی باشیم، طبیعتاً این جدای آینده رو دشوارتر خواهد کرد. گذار به حاکمیت فلسطینی ها برای کشور خودشون رو مشکلتر خواهد کرد و این دقیقاً نتیجه‌ای که بعضی ها آمدانه به دنبالش هستند. خیلی روشن بگیم، گسترش شهرک ها هیچ ربطی به امنیت اسرائیل نداره. بسیاری از این شهرک ها در واقع مشکل امنیت اسرائیل رو بیشتر کرده، بار امنیتی نیروهای امنیتی اسرائیل رو بیشتر کرده، باری که روی شونه اونها هست و یک سیستم ایدئولوژیک، فلسفه ایدئولوژیک پشت این گسترش هست. یکی از نگران کننده ترین شواهد این قضیه افزایش شهرک هایی است که حتی تحت خود قوانین اسرائیل غیرقانونی هستند و در زمین فلسطینی ها ساخته میشن و به صورت استراتژیک در مناطقی گذاشتن که رسیدن به راه حل دو کشوری رو غیر ممکن کنه. 100 تا از این شهرک های این چنینی داریم و تقریباً 1/3 اونها قانونی شدن از جانب اسرائیل با وجود قول‌هایی که دولت‌های قبلی اسرائیلی داده بودند که اینها رو برچینن و حالا رهبران جنبش‌های شهرک نشین‌ها قوانین بی سابقه رو وارد کردند، تصویب کردند که بسیاری از این شهرک‌ها رو به طور فزاینده قانونی می‌کنند و برای اولین بار دارن قانون داخلی اسرائیل رو به جای قانون نظامی به منطقه کرانه باختری تعمیم میدن و این سابقه نداشته. قانونی که در کنست تصویب شد، یکی از طرفداران این قانون، من از اون نقل قول میکنم، گفت امروز کنست اسرائیل در جهت پیشگیری از وارد شدن حق حاکمیت فلسطین به قیمت لطمه زدن به حق حاکمیت اسرائیل عمل میکنه. ممکن از بعضی از طرفداران این قضیه بشنوین که این شهرک ها مانعی بر سر راه صلح نیستن، برای اینکه اون شهرک نشینایی که نخوان از این شهرک ها بیرون برن میتونن در فلسطین آینده زندگی کنن، مثل عرب های اسرائیلی که دارن در اسرائیل امروز زندگی میکنن. اما یک نکته اینجا هست، عرب های اسرائیلی شهروند اسرائیل هستند و تحت قانون اسرائیل زندگی میکنند. آیا هیچ کدوم شما باور میکنید که شهرک نشینان یهودی قبول خواهند کرد که در آینده تبعی فلسطین و تحت قانون فلسطین آینده باشند؟ بنابراین نمیتونن که در شهرکاشون باقی بمونن. اونها میخوان که باقی بمونن و به عنوان یک سری آنکلاف ها در داخل فلسطین آینده اما به عنوان شهروند اسرائیل زندگی کنن و این ممکن نیست. بسیاری از این شهرک ها در جایی واقع شدن که یک امتداد ارضی برای فلسطین آینده رو غیر ممکن خواهد کرد. پیوستگی این کشور رو غیر ممکن خواهد کرد. بعضیا میپرسن چرا نمیتونیم یه سری بلوک هایی بسازیم که معلوم باشه که در آینده جزء اسرائیل میشه؟ دلیلش اینه که هر جای دیگری بسازیمشون در کرانه باختری به این معنی خواهد بود که تصمیم اینکه این بلوک‌های جدید کجا ساخته بشن به تنهایی از جانب دولت اسرائیل گرفته خواهد شد، بدون مشورت با فلسطینی‌ها، بدون اینکه به فلسطینی‌ها هم حق بدیم که اونها هم در اون چه که احتمال خیلی خیلی زیاد
بخشی از خاک فلسطین خواهد بود شهرک بسازن. بدون توافق متقابل تصمیم‌های یک جانبه خودشون عامل تنش میشن و ما هم امروز به همین دلیل در چنین وضعیت بن‌بستی قرار گرفته ایم. نمیشه گفتش که این شهرک‌های دور افتاده مشکلی نیستن چون بخش کوچکی از زمین رو اشغال میکنن. بذارین خیلی روشن به شما بگم، فقط بحث میزان زمین نیست در کرانه باختری که کدوم زمین به کی میرسه. بحث اینه که آیا این سرزمین‌های فلسطینی آینده به همدیگه متصل خواهند بود یا اینکه پراکنده خواهد بود تا نتونه واقعا یک کشور عملی رو تشکیل بده. هرچی بیشتر شهرک ساخته بشه، هرچی این شهرک‌ها بیشتر گسترده بشن، احتمال اینکه یک کشور آینده فلسطینی مرتبط و متصل به هم تشکیل داده بشه سخت‌تر میشه. بنابراین فقط بحث تعداد نیست، بحث نقطه‌ای و نقاطی است که این شهرک‌ها ساخته شدن. چطور میشه جوامع مختلف فلسطینی رو به هم دیگه مرتبط کرد؟ چطور اینا میتونن با هم ارتباط داشته باشن؟ هیچ کس که به صورت جدی واقعا در پی صلح باشه نمیتونه این مشکلی که این شهرک‌ها دارن پیش روی ما قرار میدن رو انکار کنه. البته مشکلات فراتر از شهرک‌هاست. شرایط به ما نشون میده که یک تلاش فراگیری هست که میخوان تمام کرانه باختری رو برای اسرائیل بگیرن. امروز 60% کرانه باختری که بیشترش قرار بود به یک دولت آینده فلسطینی تحویل داده بشه تحت معاهده اسلو، در عمل در اختیار فلسطینی ها نیست و فلسطینی ها هیچ کاری درباره اون نمیتونن بکنن. استفاده اون به طور انحصاری در اختیار اسرائیل برای اینکه اون رو به صورت یک جانبه به عنوان بخشی از کشور خودش تعریف کرده. مزرعه‌های اسرائیلی دارن در دره کرانه باختری شکوفا میشن، گسترش پیدا میشن. خیلی متوجه این قضیه نیستن. این داره در امتداد ساحل بحرالمیت گسترش پیدا میکنه، جایی که فلسطینی‌ها اجازه دسترسی بهش رو ندارن. تنها یک مجوز در تمام سال 2014 و 2015 اسرائیلی‌ها صادر کردند. تنها یک مجوز برای فلسطینی‌ها دادن، در حالی که ده‌ها و صدها مجوز برای شهرک‌سازان صادر کردند. و طبیعتاً اون ساختارهای فلسطینی که مجوز ندارن از جانب ارتش اسرائیل هر لحظه ممکنه که برچیده بشن و این تهدید بالای سرشون هست. و این برچیدن‌ها و این تخریب این ساختمان‌های اونها در گذشته تعداد زیادی از اونها رو بیجا کرده. بنابراین این مشکل شهرک‌ها داره آینده اسرائیل رو تعریف میکنه و کسانی که اینها رو دنبال میکنن، این سیاست رو دنبال میکنن، به یک سیاست تک کشوری اعتقاد دارن. درست بعد از انتخابات آمریکا یکی از مقام‌های اسرائیلی گفت دوران راه حل دو کشوری به پایان رسیده و ما کشور فلسطینی رو نمیپذیریم و اونها هر چی بیشتر میگذره بیشتر به هدفشون نزدیک میشن و همچنان صحبت میکنن از شهرک‌های جدید در کرانه باختری. بنابراین ما چرا اینقدر نگران هستیم؟ چرا این مهمه؟ از خودتون بپرسید چه اتفاقی میفته اگر که این دستور کار به هدف خودش برسه؟ ما رو به کجا میبره؟ در حال حاضر 2.7 میلیون فلسطینی تحت اشغال اسرائیل در کرانه باختری زندگی میکنن. بیشتر اونها در مناطق A و B زندگی میکنن. 40% کرانه باختری، جایی که خودمختاری محدودی دارن، اما در حرکت خودشون محدود هستن از جانب چک پوینت هایی که ایست‌بازرسی هایی که اونها رو احاطه کرده. بنابراین اگر تنها یک کشور در آینده باشه، میلیون ها فلسطینی به طور دائم در داخل انکلاف هایی که در وسط کرانه باختری قرار داره بدون هیچ گونه حقوق سیاسی زندگی خواهند کرد، بدون هیچ گونه سیستم حمل و نقل. و یک چنین نابرابری تحت حاکمیت نظامی اونها را از حقوق اساسیشون محروم خواهد کرد و هیچ کس نمیتونه که پیامدهای این شرایط رو پیش بینی کنه
آیا اسرائیلی ها چنین شرایطی رو خواهند پذیرفت؟ آیا جهان خواهد پذیرفت؟ آیا آمریکایی‌ها خواهند پذیرفت؟ اگر اشغال اراضی فلسطین در آینده دائمی بشه و فلسطینی‌ها همه مسئولیت‌های امنیتی و اداری رو به اسرائیلی‌ها تحویل بدن، چه کسی این اداره‌ها، این مدرسه‌ها، این بیمارستان‌ها رو اداره خواهد کرد و به چه طریقی؟ آیا نیروهای دفاعی اسرائیلی مأموریت پلیس رو در خیابان‌های مناطق فلسطینی انجام خواهند داد؟ چگونه پاسخ خواهند داد به نهضت‌های احقاق حقوق فلسطینی‌ها که در آینده اتفاق خواهند افتاد؟ چگونه اسرائیل اشغال دائمی رو با ایدئال‌های آرمان‌های دموکراتیک خودش آشتی خواهد داد؟ چطور آمریکا همچنان خواهد توانست از اسرائیل دفاع کنه و همچنان به آرمان‌های خودش وفادار بمونه، آرمان‌های دموکراتیک خودش؟ هیچ کس جواب این سوال‌ها رو نمیده، چون جوابی وجود نداره. و همچنان که خشونت بین فلسطینی‌ها و شهرک‌نشین‌ها شدیدتر میشه، این یک زمینه بسیار مساعدی رو برای تندروی مهیا خواهد کرد. آیا دولت اسرائیل که ما با اونها امروز همکاری میکنیم میخواد که واقعا شرایط بدتر بشه، تنش‌ها بیشتر بشه؟ آیا چطور میتونه به اسرائیلی‌ها کمک کنه؟ چطور میتونه این برای منطقه مفید باشه؟ جواب اینه که مفید نیست و به همین دلیله که بسیاری از مقام‌های ارشد اطلاعاتی و نظامی اسرائیلی در گذشته به راه حل دو کشور معتقد بودند و فکر کردند که تنها راه حل برای تضمین امنیت بلند مدت اسرائیل خواهد بود. اگر اسرائیل به سمت راه حل تک کشوری حرکت کنه، هرگز به صلح با بقیه جهان عرب نخواهد رسید و من این رو با اطمینان میگم. کشورهای عرب به طور مشخص گفتند که با اسرائیل صلح نخواهند کرد بدون اینکه مسئله اسرائیل و فلسطین حل بشه. سیاست اونها غیر از این ایجاب نمیکنه. ولی یه چیز جدید روی میز هست. منافع مشترک برای مقابله با سیاست‌های بی‌ثبات کننده ایران. این یک امکان مشخصی رو ایجاد کرده برای اینکه اسرائیل از این فرصت استفاده کنه و با عرب‌ها به توافق برسه. من بارها با رهبران کلیدی جهان عرب در این باره صحبت کردم و اونها علاقمند هستند که یک رابطه متفاوتی داشته باشند با اسرائیل. این در ابتکار صلح عرب مطرح شده سالها پیش و در همه این مکالماتی که با اونها داشتم، رهبران عرب تایید کردند که آماده هستند که در چارچوب یک صلح اسرائیلی فلسطینی نه فقط یک رابطه عادی، بلکه بیان خیلی روشن با اسرائیلی‌ها همکاری کنن، صحبت کنن درباره امنیت منطقه. این شرایط رو ما داریم به طور بالقوه. خیلی از اونها گفتند که حاضرن در مذاکرات میانجیگری کنن و روابطشون رو با اسرائیل نرمالیزه کنن و عادی کنن، به شرطی که یک پیشرفت معناداری به سمت راه حل دو کشوری باشه. دوستان من، یک فرصت بزرگ این که حق نداریم از دستش بدیم. و بنابراین یک سوال نهایی خواهیم داشت. آیا نسل ما نسلی خواهد بود که رویای یک کشور دموکراتیک و دارای صلح اسرائیل، یهودی در اسرائیل رو که در صلح و صفا با کشورهای پیرامون خودش زندگی میکنه، این رویا رو رها خواهد کرد؟ آیا این نسل ما چنین نسلی خواهد بود؟ ما باید تلاش کنیم که راه حل دو کشور رو حفظ کنیم و هر دو سوی مناقشه باید مسئولیت خودشون رو بپذیرن برای اینکه به این سمت حرکت کنیم. بارها گفتیم به فلسطینی‌ها که همه حرکات تشویق‌آمیز برای خشونت باید متوقف بشن و همچنین تلاش‌های یک جانبه اونها برای اینکه در عرصه‌های بین‌المللی اسرائیل رو ازش سلب مشروعیت کنن باش مخالفت کردیم. و از طرف دیگه به اسرائیل گفتیم که باید این گسترش شهرک‌سازی رو متوقف کنه. به روشنی گفتم که ادامه این فعالیت‌ها فقط فشار برای یک پاسخ بین‌المللی رو زیاد خواهد کرد. ما هممون مدت هاست که میدونیم که فلسطینی‌ها می‌خواستن
در سازمان ملل این قطعنامه را درباره شهرک‌ها مطرح کنند و من بارها توصیه کردم به اسرائیلی‌ها که ادامه این گسترش شهرک‌سازی‌ها تنها عزم سازمان ملل را جدی‌تر خواهد کرد برای تصویب این قطعنامه. از جمله این قانون بی سابقه که گفتم برای اینکه این شهرک‌های دور افتاده رو قانونی کنه که خب انتقادها از اسرائیل در شورای امنیت رو بسیار شدیدتر کرد. در پایان نمیتونیم که با خودمون و با وجدان خودمون صادق باشیم و این گسترش شهرک‌سازی ها رو ازش حمایت کنیم برای اینکه این فرایند صلح رو به خطر خواهد انداخت و نابود خواهد کرد و نمیتونیم از فلسطینی‌ها حمایت کنیم وقتی که خشونت رو تشویق میکنن و تجلیل میکنن. نمیتونیم حمایت کنیم که هیچ کدوم از دو طرف سعی کنه که یک کشور تنها، یک راه حل یک کشوری رو ایجاد کنه. یقینا نقش هیچ کشوری نیست که علیه سیاست‌های خودش رأی بده و به همین دلیل است که ما تصمیم گرفتیم که اون قطعنامه سازمان ملل رو بلوکه نکنیم، مسدود نکنیم تا بتونیم به سمت راه حل دو کشوری تا زمانی که هنوز فرصت داریم حرکت کنیم. دولت اوباما همواره از اسرائیل دفاع کرده علیه هر گونه تلاشی در سازمان ملل یا مجامع بین المللی که به صورت غیر منصفانه و مغرضانه امنیت اسرائیل رو زیر سوال ببره. این سیاست تغییری نکرده، با این رأی هم تغییری نکرده. اما به خاطر داشته باشین مهمه که بدونیم هر دولت، تک تک دولت‌های آمریکایی، چه دموکرات چه جمهوری خواه، با گسترش شهرک‌سازی به عنوان مانعی بر سر راه صلح مخالفت کردند. در واقع دولت‌های قبلی از هر دو حزب اجازه دادند که قطعنامه‌هایی که برای اسرائیل خیلی حیاتی بودن تصویب بشن. تنها در دوره جورج دبلیو بوش شورای امنیت 6 قطعنامه را علیه اسرائیل تصویب کرد که مربوط به قضیه شهرک‌سازی میشد. اجازه بدین یک پاراگراف از نیویورک تایمز رو براتون بخونم از 23 دسامبر. نقل قول میکنم. با رأی ممتنع ایالات متحده امروز سازمان ملل قطعنامه‌ای رو در شورای امنیت تصویب کرد که به طور جدی از حرکت اسرائیل در جهت شهرک‌سازی انتقاد میکرد. تمام 14 عضو دیگر به نفع این قطعنامه رأی دادند. دوستان من، این داستان رو ما هفته پیش نخوندیم. در سال 1987 در نیویورک تایمز نوشتن. در زمان رونالد ریگان چنین قطعنامه‌ای تصویب شد. اما با وجود فشار فزاینده بر دولت اوباما موضع قاطعی در قبال سازمان ملل اتخاذ کرد. ما در سالهای اخیر اجازه نداده بودیم که هیچ قطعنامه‌ای تصویب بشه که اسرائیل با اون مخالفت داشته. در واقع تنها باری که دولت اوباما در سال 2011 از حق وتوش استفاده کرد برای منع تصویب قطعنامه‌ای بود که به صورت مغرضانه درباره شهرک‌سازی اسرائیل قضاوت می‌کرد. با وجود موضع ایالات متحده 30,000 شهرک ساخته شدند و اگر ما این قطعنامه را روز دیگه وتو کرده بودیم، در واقع ایالات متحده اجازه میداد که باز افزایش بی‌رویه شهرک‌ها را شاهد باشیم. بنابراین ما انتقاد از خودمون رو قبول نمی‌کنیم. برعکس، این رأی، این قطعنامه نیست که اسرائیل رو منزوی کرده. این سیاست پیوسته و دائمی اسرائیلیا برای ایجاد شهرک‌سازی است، برای ایجاد شهرک هاست که این انزوا رو ایجاد کرده. در تمام دنیا هر کشوری بجز خود اسرائیل با این قضیه مخالفه. از جمله بسیاری از دوستان اسرائیل مثل بریتانیا، فرانسه، روسیه، همه اینها به نفع قطعنامه‌ای رأی دادند که ما در 2011 وتوش کردیم.
در واقع این قطعنامه تنها گفته‌های پیشین شورای امنیت رو تایید میکنه که در دهه‌های پیش ابراز شده. در سال 1987 مشاور وزارت خارجه ما به کنگره توصیه داد که دولت اسرائیل برنامه‌اش برای ایجاد شهرک‌های بیشتر در کرانه باختری در تضاد با قانون بین‌المللیه و این سیاست ما عوض نشده و سیاست اسرائیل هم در گسترش این شهرک‌ها عوض نشده از اون زمان. فکر می‌کنید که شاید شنیده باشید که بعضی از این قطعنامه انتقاد کردن برای اینکه بیت المقدس شرقی رو به عنوان اراضی اشغالی ذکر کرده، اما این هم پدیده جدیدی نبوده. این یک بخش ثابتی بوده از قطعنامه‌های متعدد شورای امنیت که شرق بیت المقدس رو سرزمین اشغالی میدونه یا بیت المقدس شرقی رو سرزمین اشغالی میدونه. تحت ریگان همینطوری بود، تحت پرزیدنت جورج بوش هم همینطور بود. به خاطر داشته باشید که تمام دولت‌های آمریکایی از سال 1967 بیت المقدس شرقی رو به عنوان اراضی که اسرائیل در جنگ 6 روزه اشغال کرده شناخته. ما تماماً به پیوندهای تاریخی و مذهبی اسرائیل با اراضی مقدس خودش احترام می‌گذاریم و این قطعنامه تهدیدی برای این پیوندها و نتیجه مذاکرات صلح ایجاد نمی‌کنه. این موضع ماست. ما هنوز حامی این موضع هستیم. ما این رو رد می‌کنیم که ایالات متحده تا حدی می‌خواست که پشت این قطعنامه بود و می‌خواست که این قطعنامه رو پیش ببره. فلسطینی‌ها و مصری‌ها مدت هاست که برای همه ما در جامعه جهانی خیلی مشخص نیت خودشون رو روشن کرده بودند که می‌خواستن چنین قطعنامه‌ای رو قبل از پایان سال به پیشگاه شورای امنیت بیارن. ایالات متحده این قطعنامه رو پیشنویس نکرد، حتی ما اون رو پیشنهاد نکردیم. مصر پیشنویسش رو نوشت. فکر می‌کنم خود مصری‌ها هم این قطعنامه رو در صحن شورای امنیت مطرح کردن با همکاری فلسطینی‌ها و دیگران. و در طول فرایند بحث درباره این مذاکره، درباره این قطعنامه، ما گفتیم که ممکنه که اگر قطعنامه میخواد متعادل باشه، اشاره هایی به بحث تشویق خشونت و تروریسم هم مطرح کنه. در اون صورت اگر این چنین میشد، ما گفتیم که ایالات متحده ممکن بود که این رو بلوکه نکنه و این روند عادی است که در مورد قطعنامه‌ها اعمال میشه. مصری‌ها و فلسطینی‌ها و خیلی دیگران فهمیدن که اگر متن این قطعنامه متوازن‌تر بود، اون وقت این شانس بود که ما اون رو وتو نکنیم. ولی این هم روشن بود که تصمیم رئیس جمهور ایالات متحده قطعی نمی بود تا زمانی که ما متن این قطعنامه رو می‌دیدیم و در نهایت ما با تک تک کلمات این قطعنامه موافق نبودیم. نکات مهمی بودند که به طور کافی در این قطعنامه مطرح نشده بودند یا اصلا مطرح نشده بودند، اما ما این رو نمیتونستیم به خودمون اجازه بدیم قطعنامه‌ای رو که تشویق خشونت رو محکوم میکنه و تایید میکنه خط سیاسی دیرپای ما رو در مخالفت با ایجاد شهرک‌ها در اراضی اشغالی وتوش کنیم. نمیتونستیم به خودمون اجازه بدیم که وتوش کنیم. در نهایت این مردم اسرائیل خواهند بود که باید تصمیم بگیرند که آیا این حملات بی سابقه‌ای که اسرائیلی‌ها به ایالات متحده کردن در روزهای اخیر، متحد اسرائیل که همواره ثابت قدم بوده همونطور که توضیح دادم در حمایتش از اسرائیل، مشروعه یا خیر؟ یک سری ادعاهای ساختگی بوده که به نظر ما این توجه ما رو از اصل قضیه دور میکنه. باید هممون بفهمیم که اسرائیل تهدیدهای جدی از جانب همسایگان خودش احساس میکنه و اسرائیلی‌ها میخوان تلاش کنن که یک خاستگاه تروریستی جدید در
کنار اونها نخواهد بود، به عنوان مثال در غزه، و ما این رو میفهمیم و اسرائیلی‌ها حق دارند که تلاش‌ها برای سلب مشروعیت از کشورشون، کشور یهودی، رو محکوم کنند و نگرانش باشند. بحث این نیست. بحث اقداماتی است که فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها مرتکب میشن که به طور فزاینده‌ای داره راه حل دو کشور، دو ملت رو به خطر میندازه. بحث صلح با فلسطینی‌ها الان نیست. بحث اینه که در آینده صلح با فلسطینی‌ها ممکن باشه و ما همه میفهمیم که اسرائیل تهدیدهای بسیار جدی رو در یک منطقه بسیار خطرناکی تجربه میکنه. اسرائیلی‌ها حق دارن که نخوان در جوار اونها، در جوار مرزهای اونها یک خاستگاه تروریستی باشه. بحث رسیدن به یک توافق یک شبه یا حتی یک سال و 2 ساله نیست. بحث یک فرایند بلند مدته. بحث اینه که چطور با فلسطینی‌ها در آینده صلح خواهیم کرد، اما توانایی رسیدن به این صلح رو محفوظ نگه داریم. چجور به اون صلح خواهیم رسید؟ از اونجایی که دو طرف هنوز نتونستن که گفتگوهای صلح رو دوباره شروع کنن، هیئت چهارگانه خاورمیانه از اونها بارها و بارها خواسته که نه در کلام بلکه با اعمال واقعی و سیاست‌ها عزم خودشون رو برای برگشتن به مذاکرات صلح نشون بدن. ما نیاز داریم که قدم‌های جدی برداشته بشه تا یک پیام متفاوتی، یک پیام روشنی فرستاده بشه که هر دو طرف آماده هستند که معادله رو به طور جدی تغییر بدن بدون اینکه صبر کنن که طرف دیگر اقدامی کنه. ما دو طرف رو بهشون فشار وارد کردیم برای اینکه یک راه حل دو کشوری رو به پیش ببرن. از فلسطینی‌ها خواستیم که هر کاری که میتونستن بکنن برای اینکه خشونت و تشویق خشونت رو متوقف کنن، از جمله در مزان عمومی، در افکار عمومی تروریسم رو محکوم کنن. و از اونها خواستیم که نهادهای خودشون رو تقویت کنن، دولت خودشون رو شفافتر و پاسخگوتر کنن. و تأکید کردیم که فعالیت‌های نظامی حماس به خصوص در نوار غزه باید متوقف بشه. همراه با شرکای چهارگانمون از اسرائیل خواستیم که سیاست‌های شهرک‌سازی خودش رو متوقف کنه و از استفاده یک جانبه و انحصاری اراضی برای اسرائیلیا خودداری کنه. برای اینکه این فرایند جاری رو عوض کنیم تا بتونیم که قدرت اداری بیشتری به فلسطینی‌ها بدیم به طور متناسب با اون چیزی که در موافقتنامه اسلو پیش بینی شده بود، در زمین‌های مختلف: مسکن، اراضی، منابع معدنی و کشاورزی، همگام و سازگار با نیازهای امنیتی اسرائیل. و خواستیم که رفت آمد فلسطینی‌ها در غزه راحت‌تر بشه، باز همگام و سازگار با نیازهای اسرائیل برای محافظت خودش در برابر حملات. پس بذارین که من تأکید کنم اینجا هیچ کدوم از این گام‌هایی که ازشون صحبت کردم تأثیر منفی بر امنیت اسرائیل نخواهد داشت. و همچنین تأکید می‌کنم اینجا بحث دادن امتیازهای محدود اقتصادی برای ادامه وضع موجود نیست. بحث سر قدم‌های جدی و معناداره، پیشرفت واقعی به سمت یک راه حل دو کشوری. این بحث اصلیه. اگر ما این قدم‌ها رو برداشته بودیم الان میتونستیم شروع کنیم اینها رو اجرایی کنیم به صورت جدی تا بتونیم که به طور جدی این راه حل دو کشوری رو نجات بدیم برای هر دو طرف و نشون بدیم که صلح واقعا ممکنه. قبل از خود مذاکرات میشه خیلی پیشرفت کرد، میشه خیلی جلو رفت و زیرساخت مناسبی برای مذاکرات فراهم کرد. در واقع این قدم‌ها شرایط مساعدی رو مهیا میکنه برای گفتگوهای موفقیت آمیز. در پایان همه ما میفهمیم که در نهایت
یک راه حل نهایی تنها از طریق گفتگوهای مستقیم حاصل خواهد شد. ما بارها گفتیم نمیتونیم صلح رو تحمیل کنیم. کشورهای دیگری هستند در سازمان ملل که فکر میکنن کار آمریکایی هاست که راه حل رو دیکته کنیم از طریق شورای امنیت. بعضیا میخوان که یک کشور فلسطینی تشکیل بدن، ولی من میخوام خیلی جدی بگم اینها انتخاب‌های ما نیست. ما در عوض تصمیم میگیریم، انتخاب میکنیم که از تجربه 8 سال اخیر استفاده کنیم تا مسیری مهیا کنیم برای اینکه دو طرف آماده بشن برای مذاکرات جدی. در حالی که گفتمان‌های گذشته شرایط کنونی رو تشکیل میدن، مهمه که تاریخ رو بفهمیم. ما امسال به یک سری مراحل جدی خواهیم رسید. مختصراً ذکر کنم. 120 سال پیش اولین کنگره صهیونیستی در بازل تشکیل شد از جانب یک سری یهودی بلند پرواز که می‌خواستند پاسخی بدن به موج ضد یهودیتی که در سراسر اروپا را فرا گرفته بود. مردمی که پیوندشون با سرزمینشون قرنها سابقه داشت، میخواستن این مردم رو محافظت کنن و کاری کنن که اونها در صلح زندگی کنن. این ایده اونها بود، این رویای اونها بود و شروع مدرن دولت اسرائیلی بود که امروز شاهدش هستیم. نزدیک 70 سال پیش قطعنامه 181 سازمان ملل بالاخره راه رو برای تشکیل کشور اسرائیل فراهم کرد. اما اون قطعنامه دو کشور پیش بینی کرده بود، یکی برای یهودی ها و یکی برای عرب ها، تا اونها بتونن در کنار هم زندگی کنن، یهودی ها و فلسطینی ها. و هر دو گروه در اعلامیه استقلال خودشون به این قطعنامه 181 استناد کردند. ایالات متحده اسرائیل رو به رسمیت شناخت، اما فلسطینی ها و اسرائیل و کشورهای عربی چنین نکردند و اسرائیل مجبور شد که برای بقای خودش جنگ کنه و البته فلسطینی ها هم خیلی رنج کشیدند. نسل‌ها مجبور شدند سرزمینی که خانه آنها هم بود ترک کنند. وقتی ما این سالگرد رو در 2018 اسرائیلی ها جشن میگیرن، فلسطینی ها نگاه متفاوتی خواهند کرد. اونها به او یوم نکبه یا روز فاجعه لقب دادند. همچنین سالگرد جنگ 6 روزه رو خواهیم داشت که اون هم برای بقای اسرائیل بود و البته فلسطینی ها جور دیگری بهش نگاه خواهند کرد. 50 سال اشغال نظامی. هر دو طرف قطعنامه 242 سازمان ملل رو قبول کردند که گفته اسرائیل باید از اراضی اشغالی 1967 در ازای صلح پایدار عقب نشینی کنه. بیش از 20 سال میگذره از زمانی که اسرائیل و سازمان آزادی بخش فلسطین معاهده اسلو رو امضا کردند و سازمان آزادی بخش فلسطین رسما اسرائیل رو به رسمیت شناخت و هر دو طرف متحد شدند به یک مرحله گذار و اینکه بیشتر نوار غزه به مدیریت فلسطینی ها منتقل بشه. متاسفانه نه اون گذار محقق شد و نه توافق نهایی. و سرانجام حدود 15 سال پیش پادشاه عربستان سعودی یک ابتکار تاریخی عربی رو پیشنهاد کرد و اینکه روابط با اسرائیل عادی بشه به شرط صلح. یک فرصت عظیم که هرگز ازش استقبال کامل نشده. این تاریخی که ذکر کردم در رویکرد ما به سوی راه حل این مناقشه خیلی اهمیت داره. من در این 4 سال اخیر از جمله 9 ماه مذاکره رسمی به این نتیجه رسیدم که مسائل اصلی و بغرنج نمیتونه حل شه مگر اینکه دو طرف، رهبری دو طرف متحد باشن به یافتن راه حل. و من در پایان معتقد هستم که مذاکرات با شکست روبرو نشد به خاطر اینکه فاصله بین دو طرف زیاد بود، به خاطر اینکه اعتماد بین دو طرف کم بود. هر دو طرف فکر میکنن که امتیازهایی که میدن با امتیازهای متقابلی مواجه نخواهد شد
و این تردید زیادی که در افکار عمومی دو طرف است، این هم مانع شده. در ساعات بیشماری که درباره یک چارچوب بسیار بسیار جزئی و مشخص و پیشنهادهای مشخص بررسی کردیم، صحبت کردیم و اینکه به یک راه حل و یک درک متقابلی برسه از نیازهای هر دو طرف. در 2.5 سال اخیر من راه حل‌های مختلفی رو با رهبران منطقه‌ای و بین‌المللی آزمایش کردم، از جمله با شرکای چهارگانه ما، و فکر می‌کنم که در نهایت نیاز هست به یک توافق جامع و فراگیر درباره یک سری اصول متوازن از جانب هر دو طرف. ممنونم از نیکولاس نیکسادات برای ترجمه این سخنرانی طولانی، سخنرانی جان کری به عنوان وزیر خارجه آمریکا 23 روز به پایان دوره وزارتش. او در یک سخنرانی که کمتر از وزرای خارجه آمریکا شنیده شده دلایلی رو توضیح داد که چرا کشورش در شورای امنیت سازمان ملل هفته پیش قطعنامه علیه شهرک‌سازی در اراضی اشغالی توسط اسرائیلی ها را وتو نکرد برخلاف معمول. سام میشه گفت سخنرانی بود که تا به حال کمتر شنیدیم، اگر بگیم که اصلا نشنیده بودیم. آقای کری در طول این سخنرانی بارها و بارها آقای نتانیاهو رو خطاب قرار داد و گفت که روشی که او انتخاب کرده باعث میشه که صلح در سرزمین اسرائیل و فلسطینی ها غیر ممکن بشه. همینطوره، واقعا کم نظیر بود یک همچین سخنرانی که حالا به ساعتی که من گرفتم الان حدود 55 دقیقه است که آقای کری داره صحبت میکنه و زمانی که حالا ما شروع کردیم به صحبت کردن همچنان داشت ادامه میداد. چند باری رفت گفت بذارید حالا اینجوری به پایان ببرم، ولی مثل اینکه به این نتیجه رسیده بود که کامل مطالبش رو نگفته و ادامه داد. چندین بار توی صحبت‌های خودش گفت که اجازه بدید که خودم رو حرف و منظور خودم رو روشن بیان بکنم. نشون میداد که مثل اینکه یک مقدار چیزهایی هست که فکر میکنه باید بگه. حتی صحبت‌هاش رو با این شروع کرد که میخوام بدون رودرواسی صحبت بکنم و این کار رو هم کرد. از حرف‌هایی زد، انتقادهایی کرد از اسرائیل که معمولاً شما از زبان مقام‌های آمریکایی به خصوص وزیر خارجه آمریکا یک چنین چیزی رو نمیشنوید و بی رودرواسی پاسخ آقای نتانیاهو رو داد. ما میدونیم بعد از اینکه اون قطعنامه تصویب شد در شورای امنیت سازمان ملل متحد، آقای نتانیاهو گله‌ای کرد و گفت که با آقای کری هم صحبت کرده و حتی به او هم گفته که دوستان همدیگر رو به شورای امنیت سازمان ملل نمیبرن. آقای کری گفتش که دوستی آمریکا به این معنی نیست که در همه موارد در همه جا هر کاری که اسرائیل میکنه رو تایید بکنه و حتی جاهایی که به ضرر منافع ملی آمریکاست. چند بار در طول این سخنرانی اشاره کرد به منافع ملی آمریکا و اینکه به عقیده او و به عقیده دولت باراک اوباما منافع ملی آمریکا در پیشرفت ساخته شدن شهرک ها نیست و باید این متوقف بشه. گفت که در این 4 سال که وزیر خارجه بوده در طول دوره ریاست جمهوری باراک اوباما بارها این موضوع با دولت اسرائیل مطرح شده که این سیاست ها باید متوقف بشه و شهرک سازی اسرائیلی ها رو هم در واقع هم تراز و هم پای کاری که در واقع حملات تروریستی که برخی از فلسطینی ها انجام میدن اینها رو هم تراز کرد، هم وزن کرد و گفت که این هاست که باعث میشه که به صلح نرسه و گفت اگر این روش ادامه پیدا بکنه، اگر این شهرک سازی ها ادامه پیدا بکنه، دیگر امکان این وجود نخواهد داشت که دو کشور اسرائیلی و یک فلسطینی کنار هم به وجود بیاد و اون موقع دارن ناگزیر میرن به سمت این که یک کشور باشه و وقتی که یک کشور باشه اون موقع اون کشور نمیتونه هم یهودی باشه هم دموکراتیک، اون موقع باید یکیش رو انتخاب بکنن. دقیقاً تا میشه گفت که حرف‌ها خیلی همونطور که گفتی سخنرانی طولانی بود، حرفای زیادی هم زده شد که ما در بخش‌های بعدی بهش خواهیم پرداخت. اما مسئله دیگه توییتی هست که دقایق قبل از این سخنرانی دونالد ترامپ کرد، راجع به اون هم بهمون بگو. آقای ترامپ 2 تا توییت کرد در مورد این موضوع و در واقع یکیشون گفتش که
پیشتر آمریکا و اسرائیل دوستهای نزدیکی بودن، ولی پایان اون روابط شروع شده و مرحله اولش این بوده که در واقع توافق هسته‌ای، توافق هولناک هسته‌ای با ایران اتفاق افتاده و مرحله دومش همین قطعنامه بوده که بقیه این قطعنامه باعث شده که دوستی اسرائیل و آمریکا به پایان برسه و تصویب شده، که البته گفته بود که یه 20 روز 23 روزی تحمل بکنید تا او بیاد بر سر قدرت. آقای نتانیاهو هم در توییت دیگری از او تشکر کرده بود. متشکرم. سامسون فرزانه خبرنگار ما از واشنگتن با ما. عرض کنم که ما حتما در بخش‌های بعدی خبر به خصوص برنامه 60 دقیقه به این سخنرانی استثنایی خواهیم پرداخت، اما